شما مالک سرا هستید که اونجا منافعی میرسانید، شما مالک این زمین هستید که از او استفاده میکنید و به اون زمین منافع میرسانید. منافع زمین چیه؟ کود، حشم، آب، حفاظت از دام و ددهای، این همه شما اونجا اختیاراتی در زمین داشته باشید، این منافع را به زمین میرسانید تا اون زمین وظیفه خود را انجام بده، مضرات را دور میکنید. سیلی میخواهد بیاد این زمین را از بین ببره، شما اون سیل را انحراف میدید، نمیدید که زمین را نبره، سد میاندازید، سنگی و خاری برای زمین ضررده است، اینه دور میکنید. تو لذا این الحمدلله شد چرا او رب عالمین هست، به همه عالمیان منفعت میرساند و مضرات را از آنها دور میکند. این معنای لازم مالک و معنای لازم مختار، مالک و اختیاردار. اینجا یک اعتراض علمی میشه که لفظ جلاله الله، این لفظ جلاله الله عارف معارف هست و رب صیغه صفت مضاف شده. وقتی صیغه های صفات مضاف بشه معرفه نمیشه، ضارب و زیده. لذا چطور توانسته صفت بشه برای لفظ جلاله که عارف معارف؟ اشکالی وارد شد. به این خاطر سروران گرامی قبلا ما عرض کردیم و الان هم عرض میکنم که صفاتی که در موصوف منحصر است در غیر موصوف یافت نمیشه. ساده بگیم صفاتی که فقط به یک موصوف اختصاص دارند اونها در حکم معرفت هست. رب العالمین بر غیر خدا اطلاق نمیشه که شما شبهه کنید. این هم صفتیه که به الله اختصاص دارد. پس این صفات در حکم معرفت هستند و میتوانند. شما یاد شما باشد من الله العزیز العلیم غافر الذنب و قابل التوب شدید العقاب ذی الطول. غافر الذنب اونجا این صفات چون غیر خدا غافر ذنب نیست، غیر خدا قابل توب نیست، غیر خدا عزیز نیست، غیر خدا علیم نیست. به این خاطر اینها برای لفظ الله میتونه صفت بشه. همین رب العالمین بر غیر خدا اطلاق میشه. وقتی یک کسی بگه رب العالمین فکر نکنم در دنیا احمقی باشد که بگوید رب العالمین. بعضی ها میگن بیمه نمیدانم ابوالفضل یا بیمه فلانه، بعضی ها میگن نه بیمه رب العالمین. اونی که اختیاردار عالمیان هست، اونی که پرورنده عالمیان هست، این در بیمه او و در زمان او. بیمه به معنی زمانه ها ولی جلاله. بیمه یعنی چی؟ بیمه زمانه شاید از دیگر جای ما اینه گرفتی. لفظ عربی کی نیست بیمه، لفظ فارسی هم شاید نباشد بیمه، این از جای دیگر ما گرفتی. بیمه تقریبا معنیش همین زمان. خب بیمه همین مفهوم را میده. شما موتور شما را بیمه میکنن یعنی هر خساره بر وارد شما جبران میکنن. معنی بیمه همینه دیگه، نه؟ ماشینی را که بیمه میکنن، موتوری را که بیمه میکنن، مردم خود را بیمه میکنن. برای چی؟ که وقتی مشکلاتی بر ما وارد شد بعد اداره بیمه و اداره زمان این تمام نقصانات رو جبران کنید. همین هست که دیگه مفهومی داره. همین هست. حتی بچه های ما را با 600 تومن بیمه میکنن و تا الان یک قران هم ندادن. عجیبه این هم. الان ما ندیدیم اینها رسیدگی کنه یا ما شنیده باشیم که فلان بچه به مشکلی گیر کرد، اداره بیمه به خاطر 600 تومن تمام مشکلاتش را متحمل شده. هرگز نمیشن. بله خب راهش هست بیمه. هر بچه 600 تومن ماشاءالله چقدر جمع میشه؟ فقط همین حقوق سال اینا جمع میشه. بیمه رب العالمین. همه حمدها
اختصاص دارن که شما برای معبودان خود بیان میکنین نه به الله اختصاص دارن. چرا؟ او رب العالمین همه عالمیان را او میدهد و پرورش میدهد. پرورش یعنی چه؟ منافع را تدریجا به آنها میرساند تا آنها به حد کمال برسند و مضرات را از آنها دور میکند تا آنها به حد کمال. و رب پرورش دهنده معنیش همینه، منافع را میرساند و مضرات را دور میکند. این هم تدریجیه، به تدریج منافع را به او میرساند، مضرات را دور میکند. او طفل لم یدره میشود علامه زمان، او میشه جناب معمار، جناب مفتی، جناب قاضی. این خدا هست که منافع را میرساند و مضرات را دور میکند تا به حد کمال هر کسی مطابق شان خودش به کمال برسه. همین انسان نگاه کن چطور الله تعالی ربوبیت دارد، در شکم مادر هم ربوبیت دارد. نطفه را علقه میکنه، علقه را مضغه، مضغه را عظام، فتكون العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین. بعد از شکم مادر که میاد الله تعالی چه منافعی بهش میرساند. این گوشت نمیتواند بخورد، این روغن نمیتونه هضم کنه، لذا دو شیر نه یکی، که اگر یکی بھی مشکلی گیر کرد با یکی او استفاده کنه. دو شیر فواره کننده، سبحان الله. اگر این پستانها را الله تعالی در پشت میکرد، این مادر چطور میتوانه سینه بده؟ مگر همیشه یکی می آمد و پشت و دهنه بست میکرد و نگاه میداشت تا استفاده کنه، نصف شب کی را بیدار کنه و کسی را که نداره چکار کنه؟ الله تعالی جای اینها را گذاشته که نه مادر اذیت بشه و نه فرزند اذیت بشه. اگر خالق اینه پشت سر میگذاشت چقدر مشکل میشد. برای شیر دادن هر بچه کم از کم یک نفری باید مامور میشد که چه لحظه او گریه میکند و شیر میخواهد تا کسی نه بردارد و به پشت دهنش وصل میکند. این خالق مقتدر چقدر ربوبیت دارد. در گذاشتن هیچ مشکلی نگذاشت، همه منافع را برای مخلوق فراهم کرده، مضرات را دور کرده تا تدریجا اینها را به کمال برساند. رب پرورش دهنده معنیش همینه، منافع میرساند، مضرات را دور میکند تا تدریجا این به حد کمال برسد. یک بوته زعفران را نگاه کن چطور الله تعالی به کمالش میرسانه، دفعتی نیست، تدریجی. یک دانه تخم خربزه را نگاه کنی الله تعالی چطور تدریجا اینه به کمال میرسانه. روز اول چیزی بسیار ناچیزه و کم 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 ماشاءالله بزرگ میشه، شاخه میکشه و چنان خربزه را پرورش ماشاءالله هندوانه 30 کیلو، 50 کیلو، 35 کیلو، اینطوری هم درست شده. خربزه ها کذا، چقدر خربزه های بزرگ. این خدا هست که از کجا به کجا میرسانه، اون هم تدریجی، یواش یواش یواش، دفعتی هیچی نیست. چون الله تعالی ما را از این نظام میخواهد تربیت کند که شما تدریجا به پای حساب میایید. فوری از شکم مادر بیرون شید و بیایید پای حساب نه، 50 60 70 80 90 سال فرصت میده تا به پای حساب میبره. الله تعالی آسان بگیره. الرحمن الرحیم. بعد این صفت ذکر کرد که اون تقریراتی که من کردم میگه که اشاره هست مراد وصف مشهور از لفظ الله یعنی خالق. مثل این که میگن لکل فرعون موسی، به قسمت اول اشاره شد یعنی خالقیت. رب العالمین به قسمت ثانی اشاره شد که ربوبیت. و الرحمن الرحیم به قسمت سوم که این رب العالمین
حاکمیت و مدیریت دنیا را به خودش اختصاص داده. چرا؟ او بسیار بخشنده و مهربان است. چون بخشنده و مهربان است دشمنان خود را فوری نمیگیره. رحمانه در دنیا. بوش هم نان میده و محمد رسول الله را هم نان میده. ابو جهل را هم پرورش میده. صدیق اکبر را هم پرورش میده. او رحیمه که روز قیامت رحمت برای مؤمنین. رحمان معنیش کثیر الغفران. این کثیر الغفران در دنیا هست. همه را میده، همه را منفعت میرسانه. گویا شبه وارد بود چرا این همه عالمیان را پرورش میدهد؟ چون الرحمانی بسیار کثیر البخشش هست که همه را پرورش میده. بوش پرورش میده، ابو جهل پرورش میده، فرعون پرورش میده، در برابر پیغمبران اون قرار گرفت. حد او را قبول ندارن به این خاطر که بسیار بخشنده هست. لیکن این بخشش او تا قیامت دوام ندارد. رحیم است برای مؤمنین. هر قیامت بخششش برای مؤمنین دوام دارد. بخشش الهی، مهربانی الهی برای مؤمنین در قیامت دوام دارد. دیگر لا نهایت، الی غیر نهایت، به نهایتی نمیرسه. دائم الرحمت هست. اشاره به قسمت چهارم شده مالک یوم الدین. او مالک روز جزا هست. مالک روز جزا چرا؟ این تردید یهود و نصارا را و مشرکین دیگری را در دنیا کرد. یهود و نصارا اختیاردار آخرت عزیر را معرفی کردند و نصارا عیسی ابن مریم را و مشرکین پرشتگان را و ابراهیم علیه السلام را. الی یومنا هر کسی یکی را برای خودش پشتیبان برای روز قیامت تصور میکند یا نه؟ هر یکی را برای خودش پشتیبان، شفیع، مالک، اختیاردار در دنیا و آخرت تصور میکند. لیکن در آخرت هر کافر و مشرکی برای خودش یکی را مالک و شافع و پشتیبان و پارتی تصور کرده است. الله تعالی در تردید تمام این اعتقادات باطل فرمود که مالک روز جزا الله است. آیا در دنیا مگر الله تعالی مالکیت دارد؟ چرا گفت مالک یوم جزا؟ بین خاطر در دنیا بوش الان به زبان خودش و به فکر پوچ خودش او فکر میکند که من مالک امریکا هستم و جزایر و تا جای قدرت نمایی میکند که آمده در اینجا افغانستان خود را مالک میداند، در عراق خود را مالک میداند، هنوز خوابها میبیند که جای دیگر هم بره خود را مالک میداند و اختیاردار بداند. ظاهرا نوعی اختیاراتی خدا به مخلوق در این کره خاکی داده. یک مدیر مدرسه خود را مالک و اختیاردار مدرسه میداند، یک امام مسجد خود را اختیاردار مسجد میداند، یک کت خود را اختیاردار اون دوستان میداند. لیکن الله سبحانه و تعالی فرموده است که ما روز قیامت هیچ نوع مالکیتی ولا هم عارضی به هیچ کس نمیده. اونجا اعلان میکنند لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. به هیچ احدی الله تعالی مالکیت نمیده روز قیامت، ولو در همین حدی که الان داده. اینجا به ما اختیار داده به هر یکی از ما که یک پا را بلند کنیم. خب اینه که گذاشتیم پای دیگر را بلند کنیم. اینقدر اختیار که به ما داده. اختیارات زمینی ذللنا علیه. اولم یرو انا خلقنا لهم مما عملت انعاما فهم لها مالکون.
مگه این انسان ها نگاه نمی کنن من چقدر احسان کردم؟ من برای اینها دامه ها خلق کرده، اینها مالک اون دامن، سرش ببرن میبرن، بفروشن میفروشن، پرورش میدم، هر بلای به سرش بیاره اینها مالک هم او هست، اختیاردار او هست. ساعت یک شب بلند شه بره را سر ببره برای سحری درست کنه، مهمان آمده خودش نیاز گوشت پیدا کرده، این مالک اختیارداره، کسی جلوش میگیره؟ هرگز کسی جلو گیرنده نیست، مانع نیست. در دنیا الله تعالی میگه من شما را اختیاردار دامه ها کردم. گوسفند از تو اطاعت میکنه، بز و بزغاله از تو اطاعت میکنه، تو کارت گرفتی و آستین زدی بالا سر میبری. منم این اختیار را به تو دادم. اولم یرو انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون. لیکن قیامت هیچ اختیاری نداری. لمن الملک اليوم، هیچ احدی نیست. لله الواحد القهار جواب میده که بله ملک اختیارات کامل، بین خاطر فرمود مالک یوم الدین هست. نه عزیر اونجا مالکیتی دارد، نه عیسی ابن مریم مالکیتی دارد، نه ابراهیم مالکیتی دارد، نه جبرائیل و میکائیل، نه محمد رسول الله. او مالک روز جزا هست. ولی لہذا گفت شما روبرو با مالک روز جزا هستی. زیاد نترسید که رحمان و رحیم دو صفات کمالی رب العالمین در بسم الله الرحمن الرحیم این دو صفت را تکرار کرد که شما ای بنده های گناهگار و مجرم و جنایتکارها اگر تائب شدید برگشتید سر و کار شما با ذات کثیر الغفران و با ذات دائم الغفران. چقدر الله تعالی مجد داده. اگر عمیق نگاه کنیم الله سبحانه و تعالی به چه طرف انسان ها را سوق میده. یعنی مثل خدا کسی بخشندگی دارد؟ الله تعالی میگه چه بلای شما را زده که آستان به آستانید و در به درید و خواب بسرید. آیا ذاتی که کثیر الغفران هست، دائم الغفران هست، بسیار بخشندگی دارد و همیشه این بخشندگی را دارد. ساعت یک شب بیایی تماس بگیرید و جواب میده، چون بخشنده و مهربان است. هر لحظه شما از او استعانت بگیرید، لحظه او به فریاد شما رسیدگی میکنه. ایاک نعبد و ایاک نستعین، به شرطی که شما بگید. خب تا اینجا القاب الهی ذکر شدن. لفظ الله که جامع تمام صفات کمال، اون نام اون ذات است، رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. بگویید این القاب الهی بیان شد. وقتی ببینید هر کسی جای تماسی میگیره مقدمات دارد در پیش خواستن. حالا یک متصدی مسجد میره پیش سیتی میگه کار مسجد تا آنجا تمام شده، الان مانده برای در و پنجره، برای شیشه رنگ، زمستان آمده است، حسیر هم ندارد. لذا شما کرم نوازی بفرمایید، خدا از این مالی که در اختیار شما داده غربی عنایتی بکنید. این همه مقدمات هست. حقیقت همی از اول بگه که غرب بده، مگه امکان دارد؟ قبل از خواستن غرب یا قبل از خواستن بخشش اون مقتضیات را بیان میکنه. الله تعالی قبل از اینکه به ما دستور بده که از من بخواهید آن چیز بسیار مهم را، القاب زیبای خود را بیان کرده. شما هم میخواید نامه به ریاست جمهور بنویسید، همینجا مینویسید که برق ندارید، تا بنویسید به پیشگاه اعلی حضرت همایون خان، نمیستنی به پیشگاه اعلی حضرت میگفتن خدایی صفت برایش بیان میکردن برای اون تاغوت. به پیشگاه اعلی حضرت شاهنشاه آریا مهر. و شما دیگه مینویسید، میرید یک شخصی که سلیقه دارد چه القابی را باید ذکر کند که رئیس جمهور و رهبر و غیره خوشنود بشن از اون القاب،
و باز حاجت خود را مطرح میکنی. شاید نصف سفر القاب و سرنامه شما ببرد و بعد به مقصد شما 100,000 تومان پول برسد. این خاطر این القاب الهی بیان شدن تا مالک یوم الدین. خب اینا بگوید الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اکنون 2 مرتبه دستور آمد قولوا ایاک نعبد و ایاک نستعین. بگویید، این بیان نسبت. یک مولای میگه غلام حلقه به گوش شما چنین عرض دارد. یک آمد من چنین خواب دیدم. الله تعالی میگه همه بگید بعد از ذکر القاب ایاک نعبد و ایاک نستعین. فقط ذات عظیم تو را عبادت می کنیم و برای این عبادت که اظهار کردیم که فقط ذات عظیم تو را عبادت می کنیم، از خودمان هیچ قدرتی برای عبادت تو نداریم، فقط از ذات عظیم تو استعانت می خواهیم. من قدرت نداریم، توان نداریم، از ذات عظیم تو استعانت می خواهیم که توفیق عبادت را به ما عنایت بفرمایی. ما خودمان قدرت نداریم که تو را سجده کنیم، تو را بخوانیم، برای تو همه چیز را پیدا کنیم، لیکن با استعانت تو همه آسان می شود. اگر تو دست ما را گرفتی، تو اگر به ما توفیق دادی، تو ما را کمک کردی، عشق خودت را در وجود ما دمیدی، شاید ما بتوانیم بین خاطر ایاک نستعین. فقط و فقط از ذات عظیم تو استعانت می خواهیم. برای همین عبادت که اعتراف می کنیم فقط تو را عبادت می کنیم. چرا؟ فرق شرک و توحید روی همین یک فقطه. ایاکا مفعوله و در اصل بوده نعبدوکا و نستعینوکا. حالا این مفعول را آورده مقدم کردم برای حصر، برای ادای مطلب فقط تو را عبادت می. مشرک هم اگر خدا را عبادت می کرنی، مشرک هم خدا را عبادت می کرد و هم دوستان خدا را عبادت می کرد، هم خدا را سجده می کرد، هم مجسمه لات و حبل را سجده می کرد. الله تعالی به ما سبق داد، به ما درس داد، به ما تعلیم داد که بگویید فقط تو را عبادت می کنیم. عبادت چیه سروران گرامی؟ عبادت سروران گرامی در لغت عرب به معنی تذلل و عاجزی. به معنی چیه؟ تذلل و عاجزی. این معنی عبادت ہے. در اصطلاح شریعت یعنی چی؟ در اصطلاح شریعت هر آن قولی و فعلی و عملی، هر آن قولی و فعلی و عملی، فعلی و عملی از تفسیری دیگه چیزی نیست، که با این اعتقاد انجام بگیرد که معبود دارای یک قدرت و علم هست که با آن قدرت و علم میتواند نفع و ضرر برساند. هر آن قول و هر آن فعل و عمل که با این عقیده انجام بگیرد که معبود دارای یک قدرت و علمی هست و یک سلطه‌ای هست
که با علم و قدرتش مافوق اسباب میتواند نفع و ضرر برساند. این تمام عبادته. هر قول و هر آن فعل و عملی که با این اعتقاد انجام بگیرد که معبود دارای یک قدرت و یک علمی است که مافوق الاسباب با اون قدرت و علم دارای نفع و قدرت نفع رسانی و ضرر رسانی را دارد، این را میگویند عبادت. حالا قولی باشد فعلی باشد. اینا مثلا حالا ساده ما تعبیر کنیم که شما بفهمید. این تعریف را ابن تیمیه کرده رحمه الله تعالی و یک تعریف ساده. عبادت تشکیل شده از اون سخنان زیبا و القابهای زیبا که زبان میگوید، حمد و ستایش‌هایی که زبان میگوید یا بدن انجام میده یا با مال انسان خدا را عبادت میکند که مال را به نام او میکشد، مال را به نام او فدا میکند، فنا میکند، جان را به نام او فدا میکند. این همه عبادت هست. ساده‌تر از این هم تعبیر کنیم، زبانی، بدنی، مالی. تحت این عقیده انجام بگیرن که الله تعالی از این حرفهای من، از این سخنان من یا از این عمل من او خوش میشه، به من منفعت میرسانه در دنیا و آخرت، یا از این قول و فعل من او ناراحت میشه و به من عذاب میده. اینها همه عبادت هست. تحت این عقیده شما دست از منکر میکشید. این دست کشیدن از منکر هم عبادت هست، چون الله ناراض میشه در دزدی، در خیانت. او دست از دزدی و خیانت میکشه. همین کشیدن و از گناه باز آمدن همه چیز در اختیاره. او دست نمیزند که خدا میبیند و خدا قادره که من در دنیا آخرت بگیره. با این عقیده دست از مال مردم میکشه. میشه عبادت؟ این عبادت چیه؟ او با دست خودش خدمتی میرساند به این عقیده که خالق من میبینه، قادره و بر این نفع رسانی من ثواب میده. همین کمک کردن با یک مستضعف این هم برای ثواب. پس عبادت فقط تو را میکنی. حالا من ساده در میدانهای سخنرانی جاگاه میگم عبادت یعنی گوش به فرمان خدا شد. عبادت یعنی که گوش به فرمان خدا شد. چه از نوع اوامرن، نماز بخوانید، روزه بگیرید، حج کنید، زکات بدید، صدقات داشته باشید، نماز بخوانید، ذکر کنید، تلاوت کنید، اینها همه اوامر الهی. همه اینها را اطاعت کردن این گوش به فرمان خدا شد. زنا نکنید، غیبت نکنید، تهمت نزنید، دزدی نکنید، فخر نکنید با زبان و با دل. هر اینها عبادت. یک آقای قدرت بر دزدی داره، هیچ احدی نیست و یک مزرعه پر از خربزه در تاریکی شب در اختیار می‌افتد. او میتواند 2 تن خربزه بار بزنه و بره و کسی هم خبر نباشد. او به خاطر که خدا آگاه است و بصیر است ترک این عمل میکنه، به ثواب میرسه بدون کوچکترین معنی. دسترسی نعوذ بالله به کاربت دارد، او از طرف خدا دست میکشه. این چقدر عبادت داره، خیلی عبادت داره. همین ترک گناه، ترک عملی که خدا قوله. غیبت را ترک میده که خدا ناراض میشه، تهمت را ترک میزند که خدا ناراض میشه. این گوش تو فراموش، خدا گفته تهمت نزنی، غیبت نکنی. اینها همه ثوابند و اینها همه عبادت هست. و از ترک گناه ها که عبادت بسیار بزرگیه، چنان انعامات میرسه که شاید از اطاعت هم نرسه. یوسف صدیق با گفتن معاذ الله انه ربی احسن مثوایا انه لا یفلح الظالمون چه مقام بزرگی کسب کرد و صبر کرد. آخر کار در محضر تمام وزرای مصر و ملک مصر
یوسف پاکدامن تبرئه شد و رئیس این فتنه ها اعلان کافی یوسف را کرد که الان حسس الحق انا راودته فانه لمن الصادقین. ترک معصیت، این همه انعامات رسید، این همه شان یوسف والا رفت که یوسف گناه نکرد. ترک معصیت حتی انسان را به دنیا و آخرت به عزت می‌رساند. قصه معروف که یک شخصی میخواست طالب علم واقعی را آزمایش کند. دختر خوبی را آراسته کرد و به حجره کوچلوی قدیم درست میکرده، این قدری دهنی مثل موش توش میرفتن. پیش اون طالب که داشت مطالعه میکرد فرستاد و خودش آماده باش تا به محضی که او دست دراز کند و خیانت کند به جانش بیفته و کارش تمام. این وقت دید اینجا دختری آراسته آمد توی حجره او، دیگه هیچ کسی بود. الله نفس هم در کمینه، نفس تا او را تحریک میکرد این دست خود را بر اون فتیله چراغ می‌گذاشت. دست که بسوزه دیگه دست درد میکنه، دیگه مسئله تحریک نمیشه. او بر هر یکی از این انگشتهای خودش یک مرتبه فتیله چراغ را می‌گذاشت تا نفس او را تحریک میکرد و دست روی فتیله چراغ می‌گذاشت. خلاصه انگشتها سوختند ولی لحاظا اون مرد این از پاک شد. در دنیا فردا این کت خدای ده بود، دختر هم مال او بود، او میخواست امتحان کند طالب ده را که واقعا پاک دامنه یا دیه خدا کسی را از من و شما به امتحان نبرد. امتحان سخت سروران گرامی. دختر کت خدای ده اون هم لباس پوشیده و آمده است، او بیچاره انگشتهای خود را سوخت تا خیانت از اون نشه. خلاصا فردا هم این کت خدای ده دعوت کرد همه مردم و عقد این دختر را با اون طالب خواند و این دختر را دستور داد که انگشتهایش سوخته تو برو نان به دهنش. یک معرکه در دارالعلوم دیوبند شنیده شده است که ترک گناه بزرگترین عبادت. طالبی بود از مسیر خیابان می‌گذشت، دری باز شد و گفتم بیا اینجا مریض سخت مریض بیا دمش کن، در جان کندنه، کلمه بخوانی به اصطلاح. و بیچاره بی نیت رفت تا اونجا رفت، درها را بستند و لخت کردید زمین. با قیافه وارد شد. این طالب علم خدا پرستی بود، دانست که این به خاطر این چهره من فریفته شده، چهره شاید قشنگی داشت. گفت خب به من اجازه بدی من دستشویی میرم. رفت داخل دستشویی و مقداری از اون کثافت‌های دستشویی بر چهره خود مالی، بر لباسهای شسته و استری شده خود مالی و دستهای خود را هم کثیف کرد و آمد بیرون. تان و بلو بخشد برا بخش خبیث نجس پلید. بله اون پلید به خاطر این زیبایی چهره و لباس فریفته شده بود. او گفت درون تو فکر نکردی که چقدر نجاست داره، این نجاست مال درون من توه. به خاطر این ظاهرو اون همه نجاست های گناه را تحمل کردن زیبا نبود. با یک ترفندی
میگه این بنده خدا را بیرون کردن و انداختن. اول که محاصرش کردن مثل زلیخا، اینه بیرون کردن، رفت و خلاص نظافت خود را کرد و خدا در جایزه ترک این گناه به او عطری داده بود که وقتی می آمد سر کلاس تمام کلاس معطر بود. این البته شنیده شده دیده نشده، ولی حتی اینها نمونه هایی که در ترک گناه عبادت بزرگ است. پس ایاک نعبد گوش به فرمان تویی، نماز روزه حج زکات اینها اوامرند، در فعل و در ترک فعل فقط از تو اطاعت بود. و همینه که حضرت نوح علیه السلام فرمود انهم عصونی واتبعوا من لم یزده ماله وولده الا خسارا. من که به اطاعت تو اینها را میخواندم، اینها من نافرمانی کردن، در مقابل اتباع کردن من لا کسی را اتباع کردن و اتبعوا من لا یزده ماله و ولده الا خسارا. چنان سردمدارانی را گوش به فرمان شدن که مال و ولد آنها هیچ سودی برای اینها جز خساره ندارد. من نافرمانی کردن در امر و نهی تو که من مطاع تو بودم و به امر و نهی آنها را دعوت می کردن و در مقابل من از اونها اتباع کردن. پس عبادت را من معنی می کنم ایاک نعبد، فقط تو را بندگی می کنیم، یعنی فقط و فقط گوش به فرمان تویی. این لحظه نماز، این لحظه زکات، این لحظه اوش چشم، این گناه را نکن، این گناه را نکن، چشم. هم در فعل از تو اطاعت میکنیم و هم از ترک از تو اطاعت میکنیم، گوش به فرمان توییم. و برای این اطاعت ایاک نستعین، فقط از ذات عظیم تو استعانتی. من به شما میگم الان تبلیغی به نحوه تبلیغ، آیا پیغمبر علیه السلام این فاتحه را در نماز میخواند؟ و پیغمبر نمیخواند. پیغمبر نمیگفت ایاک نعبد و ایاک نستعین، فقط ذات تو را بندگی میکنم، یعنی گوش به فرمان تو هم در امر و نهی. و آیا فاطمه تو فقط از ذات تو استعانت میخواد؟ فاطمه تو زهرا همین فاتحه را نمیخواد، حضرت علی همین فاتحه را نمیخواد، امام رضا همین فاتحه را نمیخواد، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه رحمتا واسعتا، همه بندگان خدا این فاتحه را نمیخواندند، با خدا تعهد نمیکردند که فقط تو را بندگی میکنیم و فقط از تو استعانت برای بندگی میگیریم. ما فوق الاسباب از کسی دیگر استعانت نمیگیریم. چرا این ما فوق اسباب گفتم؟ چرا ما تحت اسباب استعانت و کمک از یک دیگر گرفتن این خلاف توحید و شان خدا نیست. انبیا هم تحت اسباب از یک دیگر کمک گرفتن. من انصاری الله قال الحواریون نحن انصار الله. صحابه را که داشتن به کوه فرار میکردن، پیغمبر صدا زد ای صحابه من، ای اصحاب من، اصحاب حنین، کجا داری فرار میکنید؟ بدری ها. بله، این ندای پیغمبر تحت اسباب بود یا مافوق اسباب بود؟ و رسول یدعوکم فی اخراکم، شما را پیغمبر صدا میزد از پشت سر. خود پیغمبر مستقیم نبود، به واسطه صحابی را دستور داد که صدا بزن اینها را شیطان فریب داد که ان محمدن قد قتل. شیطان این ندا را پخش کرد، صحابه حواس باخته شد که الان ما دیگه چرا بجنگیم و بمیریم، فرار کنیم بریم توی کوه احد، به قسمت اون کوه بزرگ احد، اون طرفی که مشرکین بودن ابتدای کوه بود، این طرفی که رخ صحابه شد و فرار کرده استصعدون ولا تلوون، همون کوه بزرگ احد روبروی صحابه بود. خب الان که
نسبت خود را با خدای کریم بیان کرد که ما بنده ایم و مستعین، تو هستی معبود بر حق و مستعان. دیگه ما نسبتی نداری نه؟ ما نادار و ناتوان، تو دارا و توانمند و نیرومند و مستعان. این دیگه نسبت ما با خدا هست. همه ما بنده ایم. نبی هم بنده است، ولی هم بنده است. چرا؟ که نبی و ولی هم میگفت ایاک نعبد و ایاک نستعین. اینه به من نبی آموزش داد و در هر رکعت پیغمبر نمیگفت ایاک نعبد و ایاک نستعین. خب الان چی میخواهی؟ القاب خدایی بیان شدن و لحاظا نسبت هم بیان شد. مسئله شما چیه؟ چه چیز میخواهی؟ الله تعالی میگه بگویید اهدنا الصراط المستقیم. اهدنا الصراط، این مسئله ما، این مسئول ما هست. مسئول یعنی خواسته ما. چیزی که ما از خدا بخواهیم بعد از اینکه القاب او را بیان کردیم، نسبت او را با خالق بیان کردیم، الان ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم مقصود ما. بگید بندگان نادان که هدایت بده ما را به صراط مستقیم. هدایت آن چیزیه که خدا وقتی کسی را هدایت داد همه چیز بهش میرسه. و جنت در بسته، جنت با تمام نعمتها گیر نمیاد، جنت در بسته گیر میاد. اهدنا الصراط المستقیم. پس کلید را خدا میگه از من بخواهید. کلید جنت هدایت هست. هدایت را از من بخواهید. هدایت بفرما ما را به صراط مستقیم. اینجا اشکالی وارد میشه. تعلیم درخواست بعد از ذکر القاب و بعد از بیان نسبت. تعلیم درخواست. خب صراط المستقیم ما را رهبری بفرما. این صراط المستقیم این موصوف و صفت مبدل منه هست. صراط الذین بدله. این الصراط المستقیم موصوف با صفت مبدل منه. صراط الذین انعمت علیهم بدل کل. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. این تأکید در اون بدل کل ایجابیه، این به اصطلاح بدل سلبی. خب اشکال وارد میشه که اهدنا الصراط المستقیم یعنی به ما راه نشان رهنمایی کن ما را به الصراط المستقیم، هدایت کن ما را به صراط مستقیم. خب این که از بسم الله الرحمن الرحیم خوانده تا ایاک نعبد و ایاک نستعین تا ایاک نستعین رسیده، این که دیگه هدایت شده به صراط مستقیم، تحصیل حاصله. از بسم الله شروع کرده تا نستعین رسیده، این هدایته. الان طلب هدایت تحصیل حاصله. چیزی که حاصل شما میخواهی. بین خاطر سروران گرامی جواب دادن که هدایت به دو قسم هست. هدایت به معنای ارات الطریق، اونهایی که کتاب خواندن میدانن. هدایت به معنای ایصال للمطلوب. یک مثالی من میدم همه شما میفهمید. ارات الطریق با ایصال للمطلوب. من مسجد عزیزی را ندیدم، به گاراژ پایین شدم، گاراژ ترمینال، و میخوام به مسجد عزیزی برم. حالا یکی میگه که این خیابان را از اینجا برد مستقیم برو. اون آخر که خیابان 20 فلکه ره، فلکه اول نه فلکه بعدی،
اون بلکه همون خیابان این طرفی را ببر یک چهارراه بزرگ میاد، از اون بگذر چهارراه دیگه میاد، یک خیابان بزرگیه، چهارراه میاد، چهارراه دوم، باز این چهارراه را بردار، از چهارراه اول گذشتی بگذر، از چهارراه دوم هم بگذر، از چهارراه بعدی که رسیدی چهارراه چکنمه. بپرسید چهارراه کیه؟ میگه چهارراه چکنمه. چه کنم؟ این چهارراه چه کنم؟ اونجا بپرس که مسجد عزیزی کجا بیت حتما نشان میده. خب این شد اراءت الطریق، به شما راه را نشان دادی. یکی از ایصال المطلوب، من راه را بلد نیستم به مسجد عزیزی برم، حضرت حافظ صاحب من سوار میکنه به ماشین خودش، از هر مسیری که رفت به سلامتی میره از اون کوچه باریک رو گروه مسجد جلوی مسجد عزیزی ایست میده، بابا همین مسجد عزیزی همین. اینه میگن ایصال المطلوب. در اراءت الطریق لازم نیست که این شخص به همون مقصد اصلی برسه، شاید اشتباه کنه، به جای چهارراه اولی یک کوچه را چهارراه حساب بکنه، بپیچه و مستقیم بره و سرش به کریم آباد میفته. اونجا که به کریم آباد رفت میپرسه مسجد عزیزی کجا؟ تو بنده خدا مسجد عزیزی وقت بازارش، اینجا کریم آباد رفت. اشتباه احتماله. پس اینجا اهدنا به معنای ایصال الی المطلوب، نه اراءت الطریق. یه الان که ما القاب الهی را بیان کردیم، نسبت خود را هم بیان کردیم، خدایا ما را به صراط مستقیمت برسان. اهدنا الصراط المستقیم را معنیش این نیست که ما را هدایت بده به صراط مستقیم، رهنمایی بفرما، بلکه معنیش اینه که ما را به صراط مستقیم برسان، دست ما را بگیر تا به صراط مستقیم برسیم. این صراط مستقیم چیه؟ که ما از خدا مسئله دین خاطر بسیاری از مفسرین معنی کردن ادمنا از صراط المستقیم، ما را بر صراط مستقیم دائم بدار، ما را بر صراط مستقیم بدار. خب صراط مستقیم چیه؟ که ما از خدا درخواست کردیم بعد از ذکر القابش، بعد از بیان نسبت یا نعبد یا نستعین، و از خدا مسئلت میکنیم که ما را بر صراط مستقیم نگهداری کن، بدار ما را بر صراط مستقیم. دیگه الان لغزش نکنیم از صراط مستقیم. و صراط مستقیم راه کسانی است که تو بر آنها انعام کردی. این هم خدا توضیح داد که صراط مستقیم راه صراط معنی راه، المستقیم راه مستقیم راه کسانی است که رب تو بر آنها انعام کرده. خب همین صراط مستقیم که راه منعم علیهم هست، این چیه؟ که ما را بر این صراط مستقیم نگهداری کنه. این صراط مستقیم را رب سبحانه و تعالی دو جا برای ما تفسیر کرده، یکی در سوره یاسین و یکی در سوره دیگر که خواندی، همین بعدها خوانده ای که حضرت عیسی ابن مریم فرمودند روز قیامت الله تعالی احضار میکنه مجرمین را و در بعد از جدا شدن مجرمین از صالحین الله تعالی میگه الم آهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان انه لكم عدو مبین وان اعبدونی هذا صراط مستقیم. او فرزندان آدم، او ابو جهل، او عتبه، شیبه، شداد، نمرود، مگر من از شما قول قرار نگرفتم که شیطان را اطاعت نکنید. عبادت معنی چیه؟ تفسیری که من برای شما کردم، عبادت یعنی اطاعت. من به شما نگفتم که شیطان لعین را اطاعت نکنید انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی، گوش به فرمان من خدا باشید که صراط مستقیم همینه.
صراط مستقیم چیه؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، فقط تو را اطاعت میکنیم در اوامر و در مناهی و برای این اطاعت فقط از تو استعانت میخواهیم. اکنون میگیم اهدنا الصراط المستقیم. اهدنا رو معنی کردم همیشه نگهدار ما را بر این صراط مستقیم. یک سالی، دو سالی، 4 ماهی، چلگی، 1 سال در تشکیل بشیم و خدا را بندگی کنیم، هیچ مشکل نیست. 10 سال هم هیچ مشکل نیست. لیکن تا آخری لحظات زندگی در خانه و در کاشانه، در تشکیل و در غیر تشکیل، در مدرسه و در بازار خدا را اطاعت کردن کار آسانی نیست تا خدا کمک کنه. خدا بر این صراط مستقیم ما را نگه دار به معنی ایصال المطلوب، یعنی این صراط مستقیم که مقصود ما هست و ما برای این چیز خلق شدیم. ادمنا علی صراط مستقیم و صراط مستقیم همین عبادت تو هست که ما در ایاک نعبد و ایاک نستعین با تو تعهد کردیم. ما را بر این صراط مستقیم ثابت نگه دار. صراط مستقیم راه منعم علیهم. منعم علیهم را قرآن خودش در قرآن به 4 صنف تقسیم کرده: صنف نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. این 4 صنف بین خودشان تفاوت دارند. یکی صنف نبیین بین خود تفاوت دارد: تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. درجات متفاوت دارند نبیین، همه در یک درجه نیستند. این هم ثابت است که صدیقین هم مراتب بزرگ متفاوتی دارند. همه مثل صدیق اکبر و صدیقه کبرا عایشه طیبه و فاطمه صدیقه که نمیتونن میشن. صدیقین هم مراتب دارند، لیکن هیچ صدیقی به مرتبه نبی نمیره. خب شهدا هم مراتب دارند، هیچ شهیدی به مقام صدیق هم نمیره. صدیقین مقامشون بالا نبیه. حضرت ابوبکر صدیق شهید نیست و در این امت صدیقین هم کم نبودن، زیاد بودن و هستن. الان ما چی میدانیم کی الان صدیق به مقام صدیقین رسیده و با شهدا با هم مراتب دارند و همچنین صالحین. صالحین کسانی را میگن در اینجا صالحین که غیر نبیین صدیقین و شهدا باشند، یعنی عموم مؤمنات اینها صالحین هست. چون اینجا صالحین در برابر تقدیم نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. حالا انبیاء هم صالحین، انه لمن الصالحین. اون صالحین درجه یک که نبیه صالح آمده، لیکن اینجا که وقتی در کتامت آمده، در تقسیم آمده، اقسام یک قسم منعم علیهم الذین انعمت علیهم، این مقسم هست. به 4 گروه تقسیم شدن، هر گروه رقیب دیگره. مثل اینه که کلمه مقسمه، اسم فعل حرف اقسام او هستن. اسم که شد فعل و حرف نیست، حرف که شد اسم و فعل نیست، فعل شد اسم و حرف نیست. اینجا هم همینطوره. خب اینجا یک نکته برای شما میگم، استدلالیه، اینا هیچ کس نمیتونه جواب بده. این شیعه اعتقاد دارن که امامت مقامی بالاتر از نبوته و به امامها رسیده، بالاتر از نبوت هست مقام امامت. خب ائمه به قول آنها به مقام بالاتری از نبوت رسیدن و اینم با قوت بیان میکنن. خب یقینا که ائمه از گروه منعم علیهم هستند، از گروه منعم علیهم هستند. خب گروه منعم علیهم به 4 گروه تقسیم شدند.
شما ائمه را قبل از انبیا اگر ذکر کنید و پس خدا ذکر نکردید، مقام ذکر بود نه؟ بعد میگه اولئک مع الذین انعم الله علیهم من الائمة والنبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. حالانکه من الائمة قرآن نیست. پس بیا گروه نبیین. شما میگی حضرت علی افضل از انبیا هست غیر از نبی علیه السلام. اصلا اعتقادیه، من راست شما میگم. خب شما میگید بعد از پیغمبر نبی نآمده لیکن افضل از نبی آمده، پس ختم نبوت یعنی چی؟ خاتم النبیین یعنی چی؟ نبی نمیاد، افضل از نبی میاد که حضرت علی افضل از انبیاء. خب کش نشد اونجا در لیست منعم علیهم مقام نبوت جدا ذکر نشد، شده جدا ذکر. خب شما در لیست نبیین ببرید، خب پس نبی خاتم النبیین چطور میشه که بعد از اون نبی نآمده افضل از نبی آمده؟ افضل تر که نمیتونی بگی، چون مقام اگر افضل تر می بود. خود این که خدا منعم علیهم را به 4 گروه تقسیم کرده، نبیین، صدیقین و شهدا و صالحین، این ترتیب و گروه بندی از اعلی به ادنا بوده یا از ادنا به اعلی بوده؟ از اعلی به ادنا. اول نمبر اول در انعام نبیین، نمبر 2 صدیقین، شماره 3 شهدان، شماره 4 صالحین. خب شما اگر در نبیین داخل کنید، اگر باید طبق اعتقاد شما قبل از نبیین ذکر ائمه می بود چون افضلن، خب شما در نبیین داخل کنی ختم نبوت باقی نمیماند. شما در صدیقین داخل کنی، ما با شما همه را صدیق بگید، ما اعتراضی نداریم. شما در شهدا داخل کنید که اکثر ائمه در شهدا داخلن، اکثرشون نه. حالا به زمان هر امام شهید شده، ولی خب حضرت علی شهید شده، شکی در آن نیست. حضرت امام حسین شهید شده در آن شکی نیست. حضرت حسن قیلی دارن، زهرش دارن، خود زهر خورده شهید شده. زین العابدین کی شهید کرده؟ خب فاطمه را میگه حضرت عمر شهید کرده، در شهدا داخله. در شهدا داخل کنونا میگن نعوذ بالله. سی تفاهم نباشد که ما نقل کذب را صادق بشی، خدا میدن. در صدیقین داخل کنین ما کاری نداریم، در شهدا داخل کنید هم کسی اعتراض ندارد، در صالحین داخل کنید کسی اعتراض ندارد، لیکن قبل از نبیین بیان کنید اونها لیستی ندارن. در صف نبیین بیارید، ختم نبوت اعتراض میشه. همین یک بنده خدای کتابی نوشته کرده که روح خط اعتقاد نیست، لیکن از اعتقاد آنها اشمام میشود که دروازه نبوت نبسته، نبی نمیاد، افضل از نبی میاد. در شبهات پیشاور نوشته که نوح علیه السلام مفضوله، حضرت علی افضله، ابراهیم هم مفضوله، یعنی مقام علی از حضرت ابراهیم خلیل الله هم بالاترشن. اینا اعتقاد دارن. اینه منعم علیهم 4 صنف هست سروران گرامی، راه آنها را بر راه آنها که صراط مستقیم است ما را نگه دار. این منعم علیهم گوش به فرمان خدا نبودن. ابراهیم خلیل الله به طور نمونه الله فرمود ترک وطن چشم به خاطر خدا سارا اسیر در مصر، چرا ندارد مناجات می کند. جلادان اون مصری سارا را با خود می برند. حضرت ابراهیم تماس را از خدا قطع نمی کند، شروع به نماز و تضرع. سارا صحیح و سالم با یک هدیه بلند قدر باز به محضر حضرت ابراهیم می آید.
بعد ابراهیم علیه السلام میره، اللہ تعالی میگه این هاجر را با اسماعیل جان که در گهواره هست هنوز زبان گویا ندارد، ببر در واد لم یزرع اسکان بده. میگه چشم حرف ندارم. وقتی اسماعیل جان میتونه با ابراهیم علیه السلام قدم بزنه، فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين ابراہیم تسلیم ہے کہ ذابح بشے و حضرت اسماعیل جان آسر ہے کہ مذبوح بشے و اورا بر رخسار می گزارت و بسم اللہ اللہ اکبر. این ابراہیم هست گوش به فرمان خدا هست یا نه؟ ها خدایا به راه آنهای ما را نگه دار که گوش به فرمان تو بودن در طول زندگی. نبیین گوش به فرمان خدا بودن، صدیقین هم گوش به فرمان خدا بودن، او شهدا تا جای گوش به فرمان خدا بودن گردن را برای خدا نگه داشتن، شمشیر قطعشون کردن. شهدا نبودن، برای خدا تکه تکه شدن. شهدا چقدر گوش به فرمان بودن، جان را برای جان آفرین تقدیم کردن. صالحین هم در طول زندگی گوش به فرمان خدا بودن. نماز، روزه، حج، زکات، تلاوت، ذکر، زکات، این همه گوش به فرمان خدا بودن. صراط الذین انعمت علیهم، اون راه منعمله اینه، راه کسانی که بر آنها انعام کردیم. اینها غیر آنهایی هستند که غضب شده بر آنها. این غیر صفت الذین انعمت علیهم. اونهایی را که بر آنها انعام کردی بدله، غیر آنهایی که غضب شده بر آنها و غیر آنهایی که گمراه هم. آنهایی که بر آنها انعام، راه آنهایی که بر آنها انعام کردی، آنها غیر آنهایی هستند که بر آنها غضب شده. سبحان الله. اینجا تقاضا این بود سروران گرامی، اونجا گفت صراط الذین انعمت علیهم. گوش کنی نکته‌ایه، راه اون کسانی که ربا شما بر آنها انعام کرده. انعمت صیغه خطابه، یعنی مخاطبه، شما بر آنها انعام کردی. اینجا تقاضا بود غیر الذین غضبت علیهم یا غیر الذین ذللتهم، لیکن عوض شد غیر المغضوب. الاسلام المغضوب برای الذین، معنی الذین میده. تقاضا این بود که غیر الذی غضبت علیهم یا غیر الذی ذللتهم. غضب و ذلال را به خدا نسبت نداد برای احترام. گفت غیر آنهایی که غضب کرده شده است بر سر آنها. غضب چی کرده؟ فباؤوا بغضب من الله. هدیه یهودی های نافرمان که آنها خدا را نافرمانی کردند، الله تعالی شی غضب خدا شد. فباؤوا بغضب من الله. یا قرآن فرمود که اینها را خدا گمراه کرده. یذل الله یا اذل الله. لیکن اینجا به خاطر ادب نگفته شد الذی غضبت علیهم یا الذی انعمت علیهم. ادب را رعایت غیر آنهایی که غضب شده. این مغضوب علیهم عموما میگن یهود و ضالین میگن نصارا هست. خب این هر کس برداشتی دارد، لیکن برداشت بنده از ورود آمریکا همینه که مغضوب علیهم کافر است،
چه یهودی باشند، چه نصرانی باشند، چه کمونیست باشند، چه هندو باشند، چه مجوس باشند، هر گروهی از گروه‌های کفر همه مغضوب علیهم. چرا؟ اینها همه خدا را نافرمانی کردن، نکردن خدا را نافرمانی، تو همه باعوا بغضب من الله. الضالین کیه؟ گمراه، او منافق بی‌ایمان، منافق گمراه، نه در خط مؤمنه و نه در خط کافره. مسیر کافر مشخصه، تو مسیر کفر خودش میره، و مسیر مؤمن هم مشخصه، تو مسیر ایمان میره. منافق بی ایمان در وسط گمراه. واتخذوا بین ذلک سبیلا لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء مذبذبین بین ذلک، بین دو راه مشخص راه وسطی درست کرده. گاهی جاده کافر را هموار میبینه شدگاه میره، گاهی جاده مومن را هموار میبینه تین جاده میآید و جاده اسلام را میبره، ریش میگذاره اما میگذاره، اما ما شبا و کبا و صدری به تن میکنه. بین دو راهه، چهره را مثل بوش کرده و جبه را مسلمانی پوشیده. این گمراه و در نتیجه گمراه در طبقه پایین‌تر جهنم. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافق در حقیقت راهش گمراه، راه خود را گم کرده. مؤمن واقعی مسیرش مشخصه، تو مسیر خودش میره. کافر هم مسیرش مشخصه، میره تو مسیرش. اصلا عیبی مگر دوش احساس میکنه که زنش لخته، افتخار هم میکنه، مسیرش مشخصه. در مجلس بوش زن لخت میکنه و در مجلس ملاها زن پاجامه بکنیده. این راه را گم نکرده. این منافق هستن که همین که صنف را قرآن وقت تشریح میکند منافق در باطنش کافر هست. اینا نیستن. وقت جاده اسلام بود، خط اسلام بود، ریش اینها بزرگ بود و امامه به سر و به سلمان خانه ها سب کشیدن برای تراشیدن ریش، سب کشیدن. امامه را که همون روز اول شوت کرد برای ریش، دیگه هر جا نمیشه ریشه بتراشن. به سلمان خانه ها سب کشیدن توی نوبت. این تبلیغات سوی سب نکشیدن برای تراشیدن ریش. الان امریکایی های کافر، گاهی بعضی از زنان حیی افغان که هنوز برقه به سر دارند و چادر هم تعجب دارند. ما تعجب میکنیم که طالبان رفتند و اثرشون مانده. مگر این اثر طالبان و حجاب این دستور طالبانه یا دستور احکام الحاکمین هست؟ و حجاب دستور کیه؟ قرآن گفته حجاب کنن زنان. قل للمؤمنین یا قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولی. قل للمؤمنین یغضوا یدنین علیهن من جلابیبهن. این خاطر سروران گرامی، ظالین منافق، مغضوب علیهم کفار، هر کافری باشد باعوا بغضب من الله. و این سه گروه را در سوره بقره تشریح. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.